گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارش اعلام کرد که جامعه جهانی افغانستان را پس از خروج نیروهای خارجی به سرعت رها کرده و مسئولیت‌های خود را در قبال مردم این کشور نادیده گرفته است. این گزارشگر تاکید کرد که نباید افغانستان و مشکلات مردم این کشور فراموش شوند. با اشاره به مشکلات گسترده همچون فقر، خشونت و نقض حقوق بشر، وی از جامعه جهانی درخواست کرد که همچنان به حمایت از مردم افغانستان ادامه دهند و اقدامات بشردوستانه انجام دهند تا وضعیت این کشور بهبود یابد. در این گزارش آمده است که پس از خروج نیروهای بین المللی مردم افغانستان با شرایط بسیار سخت روبرو شده اند و نیازمند توجه فوری و کمک‌های بین المللی هستند تا از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که به آن دچار شده اند خارج شوند. گزارشگری حقوق بشر ملل متحد میگوید که کشورهایی که متحد به حمایت از افغانستان شدند و بعد از این کشور را به طور عجولانه رها کردند نباید افغانستان را فراموش کنند. ریچارد بن گفت که جامعه جهانی باید استراتژی و برنامه عملی منسجم درباره افغانستان داشته باشد. این مقام حقوق بشر سازمان ملل متحد که جامعه جهانی باید یک استراتژی منسجم بین المللی در مورد افغانستان داشته باشد که در آن منافع مردم افغانستان بر منافع منطقه‌ای یا کشورهای خاص اولویت داده شود. ریچارد بن با اشاره به توصیه‌ها و پیشنهادات فریدون سیندلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد بر ضرورت تهیه یک نقشه راه و برنامه عمل بر آینده افغانستان تأکید کرد که در آن زنان، جامعه مدنی و حتی طالبان شامل شود. سازمان ملل متحد روز دوشنبه گزارش مفصل ریچارد بن، گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان را منتشر کرد. آقای بن این گزارش را 11 اکتبر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد. در این گزارش به سرکوب زنان در اعتراض به حجاب اجباری مورد نظر طالبان اشاره شده است. بر پایه گزارش آقای بن، برخی معترضان زن به پاسگاه پلیس طالبان منتقل و در آنجا با خشونت کلامی و فیزیکی مواجه شده اند. او در گزارش جدید خود گفت برخی از منابع معتبر درباره آزار و تجاوز جنسی به زنان در زندانهای طالبان شهادت دادند.